صبوری کنید بانو. مسقالی چند؟ 2 سک. همزمان با میلاد نبی اکرم امیرزاده اولوغبک میرزا برای شروع ساخت رصدخانه به کوهک میرود. همه مردم شهر بدانند که در روز جمعه 17 ماه ربیع الاول گمان میکردم با جدیت و اهمیتی که داری مهمی رو که بر گردت گذاشتیم انجام میدی. من از همه قوقاها دست کشیدم، از همه چیز بدورم، فهمیدی؟ امشب هم قطارات کارتو تموم میکنن. گفتم شاید بخوای برای جبران مافات با ما همراه بشی. باورم نمیشه با چه ذوقی برای ساختن این رصدخونه اومد. جمشید فردا به یمن میلاد نبی کارو شروع میکنه. انشالله خواجه کنن خودش همت بدرقه راحت میکنه. مقدمات کندن پی و تراشیدن سنگ که تموم شده. فردا روزش جمشید. بیا بریم کمی استراحت کن. تو برو. بیا بریم. میخوام یکم خلوت کنم. تو برو. چرا؟ خواستم جبران کنم. فکر کردم شاید ذره‌ای از گناهام پاک بشه. پاک شد. برو. شرم دارم از گفتنش، ولی اجازه بدید به جزای اونچه که در گذشته انجام دادم بمونم و یاد بگیرم. شاید اینجوری نفس زخمیم آروم بشه. اون بار به تقاص خونه کسی اومدم که تمام عمرم فکر میکردم رسیده، ولی نرسیده بود. پدرم رو میگم. بگذارید بمونم، بلکه دلم کیمیا بشه. امروز که فرخنده زاد روز
اشرف آدمیان و سرور عالمیان، سلطان ملک انس و جان، بزرگ نبی زمان محمد مصطفی است، رأی امیرزاده دینپناه بر این قرار گرفت در چنین خجسته زمانی هنگامه فرمان ساخت رصدخانه کند تا در کنف عنایت حق و حمایت پیامبر بزرگ و همت امیرزاده اولوقبک میرزا و حمیت خواجه غیاث الدین کاشانی، رفاقت خواجه قاضیزاده رومی، مودت علاءالدین قوشچی و کفایت یوسف حلاج این بنا گسترده شود و سبب افتخار ایران زمین باشد. چقدر دیگه باید به انتظار رصد بنشینیم جمشید؟ با جناب یوسف حلاج مفصلا مشورت کردیم. اگه اتفاقی نیفته حدود 5 بهار دیگه. 5 بهار. چنان کن که به عمر ما قد بده جمشید. قد میده. این چیه؟ پیشکش محیطیه است، همون رساله‌ای که در موردش بحث کردیم. نسبت محیط به قطر رو محاسبه کردی؟ تا 17 رقمش. این مهم در تاریخ علم ریاضیات بی‌نظیره. تا کنون هیچ کس به این توفیق نائل نشده. به خدا قسم تحفه ارزشمندتر از این تا کنون به من نرسیده جمشید. خوشحالم براتون مهمه. این تصویر بنای رصدخونه است. اون 2 کمان موازی رو از مرمر میگیریم که در لحظه عبور از نصف النهار برای تعیین ثابت‌های نجومی به کارمون بیاد. در جوارش هم 3 آشیانه است برای نگارش زیج. اینهایی که تو میگی همه به وقت انجام خواهد شد جمشید؟ به حق صاحب امروز. بگید پیکی به هرات بره تا مادرم گوهر شاد خاتون بدونه که ما در اطلاع دین رسول الله در کاریم و هم خود رو در فراخی دانش مسلمین گذاشتیم. از صاحب پیکی روانه دربار همایونی شارقشاه میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم.
در مدرج کردن استودوس فخری چیزهایی با هم نمیخونن. نمیخونن؟ چرا؟ اندازه کمان رو بیش از سدس فرموده بودیم و اینک در تختی درجات 1/3 اضافه میشه. نه، مدرجای اضافه تر برای اینه که موقع نگارش زیج دستمون بازتر بشه. مانعی نداره. پس این دیگه سدس فخری نیست. سدس فخری نه نیست، به ربع نزدیکتره. موقع مدرج کردنم بر همون مبنا مدرج میکنیم. اینا رو یادداشت بکن از ذهنمون نره. حواسم هست خطایی بر قلمم نره. من با این محاسبات دنیایی رو به هم بزنه. 1000 خطا درشتر از این رفته و موی از طبیعت کم نشده. بفرد بکشیدش بالا، بالاتر بالاتر. خیلی خوب، حالا آروم آروم بیاید پایین. یکم دیگه. خدا قوت. خدا قوت استاد. خدا نگهدار. خسته نباشید. مونده نباشید. جناب غیاث الدین جان، این قرقره ها به قسمت انتهایی که میرسن استکاک بیشتری پیدا میکنن با محاسباتی که شما انجام داده بودین. نگران نباش. قرقره ها به قسمت تحتانی که برسن هوا رو سردی رفته، فلز حالت انقباض پیدا میکنه. شما حالت امروز فلز رو اعتبار نکن. معین کجاست؟ معین جانم جمشید. خوبی؟ خوبم. از ساخت طبق المناطق چه خبر؟ مشغول برهم قرار دادن قطعات که استاد پرداخت کردن و همون دقت که گفتی هستیم. امیدوارم که رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشم. حتما. حسنش نیست که از این کسوف مستقبل اطمینان پیدا میکنه. پس اینجام حرف گرفت خورشیده. هی کاش میدونستی این قضیه کسوف که ذیل رسالتو نوشتین چه بلوایی به پا کرده. خبرش از مدرسه بیرون رفت و تو شهر پیچیده. سالها پیش در کاشان محاسبه خسوف سبب بلوای بزرگی شد. جمشید، قصه اینجا فرق میکنه. اینجا سمرقنده، شهر ارباب علم. تجربه شما از زمانه و دنیا به حکایت موی سپیدتون بیش از اونه که چنین بگید. چرا؟ دامنه علم هرچه فراختر، اقدا حسد کوته فکران بیشتر. اندک جماعت متعصب خشک مغز با غرض و مرض به جون مردم میفتن و ساده دلان را به بهانه دین تحریک میکنن. از تحتک مکن اندیشه و چون گل خوش باش. در این سالها که این مردک کاشی دست به کار رصدخانه هست تحملش کرد، اما از یاد نبریم اون خون جوانان ما رو پایمال کرد و ما را مجبور به پرداخت خراج به این امیر ستمگر نمود. از اون بدتر یکی از بهترین کسان ما رو اغفال کرده و به خدمت خود گرفته. امروز این ماجرای کسوف بهترین موقع است برای اون که مردم زود باور و ساده دل رو بر علیه اون تهییج کنیم. آقا، اما جماعت این شهر اهل فضل و دانشند، چشمشون به دهن علماست، باید در اونها رخنه کنیم. تا سیف الدین نخشوی از کاشانی حمایت میکنه اوضاع به همین منواله. ما تلاش خودمونو میکنیم، نتیجه نداد تصمیم آخر رو میگیریم. در این راه تنها نیستیم، به توان متنفذین امیدهایی بستیم. برای شما که محضر مولانا غیاث الدین را درک کرده اید و آنچه خواجه نصیر گفته است را خوانده اید و نیز جهان را به هیئت بطلمیوسی در المجستی میشناسید،
و به سیر کواکب آشنایید. میخواهم برای شما مسئله ای طرح کنم تا سبب اندیشیدنتان گردد. البته چه بسا که این مهم برای شما گران آید. شرف الدین مسعودی نوشته است سهیل از نوادر ستارگان است که در هنگام رؤیت در شمال در جنوب دیده نمی شود. خورشید و ماه با هم طلوع نمی کنند. پس دلیلی است بر کروی بودن زمین که این نگاه از نظر اصحاب بطلمیوس دور مانده و به این برهان توجهی نداشتند. جسارت منو ببخشید استاد که میون حرفتون دویدم. چه اتفاقی است؟ جماعتی خروشان در برابر مدرسه ایستاده و مدعی هستند که اینجا مکان گناهه. وای بر شما اگر در مقابل این از خدا بیخبرا ساکت بشینید. اینا میخوان با شمشیر علم دین رو تخریب کنن، مدرسه رو سرشون خراب کنیم. میبینی چه خبره؟ استاد اینها زبان منطق نمیدونن. خبر پیشبینی غیاث‌الدین در شهر پیچیده. شنیدم جماعتی هم برای تخریب رصدخانه راهی کوهک شدن. دوست دارم تا این وسیله رو که جمشید کاشانی شرحش رو در این اوراق نوشته زودتر ببینم. باید وسیله یگانه‌ای باشه. تو این طبق المناطق رو دیدی؟ نه حضرت سلطان، ولی میدونم مجیب ریختگر در کار وسیله‌ای که غیاث‌الدین فرموده. صحت محاسبه کسوف رو میخواد با اون بسنجه. در این رساله که شرحش رو خیلی خوب نوشته، اما نگرانی دارم که میخوام به عرضتون برسونم. بگو. خبر پیشگویی کسوف خواجه غیاث‌الدین در شهر بلبایی به پا کرده. جماعتی در برابر مدرسه و رصدخانه تجمع کردن. گمونشون بر اینه که پیشگویی خواجه جعل و فریبه. منم گمان میکنم ادعای بزرگیه. اگر این حرف غلط و عبث باشه همه رو به پای امیرزاده می نویسن، چون جمشید ریزخوار خانه شماست میرزا اولوپه. گرچه به کلام اون اعتقاد دارم و در محاسباتی که برای ما نوشته هیچ خطایی نمیبینم، پیش بفرستید و بگید زود به محضر ما بیاد. نگرانم جمشید، با این جماعت چه میکنی؟ محمود هنوز برنگشته؟ تا دیر وقت در صحراست. فصلی از اشعارشو به انتها نبره بر نمیگرده. من میرم با این حرف بزنم. نگرانم به شما آسیبی برسه. راست میگه جمشید. نگران نباشید. جماعتی مقابل رصدخانه تجمع کردند و سنگ‌اندازی میکنند. امیرزاده اگه تدبیر شایسته‌ای نکنند، مهار این جماعت کار ساده‌ای نیست. پراکنده‌شون کن اردایی. ولی این جماعت چیه؟ چتونه؟ چرا اینقدر معترضین؟ چرا اینقدر هوار میکشین؟ چه چیزی مهمتر از بلایی که در پیشه؟ اگر اینطور که تو میگی خورشید تاریک بشه، بلای وجود شما هاست. این همه سال شما رو تحمل کردیم،
اما دیگه طاقت این عذاب رو نداریم. ندیدی خدا با کفار چه کرد؟ یعنی شما رو درد دین اینجا کشونده؟ صورت بعضیاتون رو یادمه وقتی تابوت زنم رو شونم بود ناسزا گفتین، لعن گفتین. این همه اناد برای چیه؟ تو که حرف خدا میزنی؟ ها تو مصحف خوندی؟ خداوند آسمان و زمین و ماه و ستاره را آفرید تا برای اهل خرد نشانه باشه. اهل خرد همه اینا رو میگی برای فریب خلق الله، برای کار دروغگو. خوب گوش بدید، این کسوف واقع میشه و ذکرش نه تنها دخالت در امر خدا نیست که اثبات عظمتش و نظمش و حقانیتشه. اینو به همه بگید، به همه بگید. امیرزاده شبانه قصد ملاقات شما رو کرده. به نظر میرسه اخبار این سر و صداها شما رو مشوش کرده ها؟ شما که خودت مرد علمی میدونی دانش راه خودشو میره. شک نکنیم به خواست خدا درست در همون زمان دقیقی که گفتم خورشید دچار گرفت میشه. کلام شما برای من حجته، اما تشویش منو زائل نمیکنه. چرا؟ اینی که تو گفتی تا به حال هیچ کس به این دقت نگفته. اون چیه در دست تو؟ این نقشه همون اسبابیه که پیشتر شرحشو دادم. این همون طبق المناطقی که صحبتش رو میکردی؟ ها؟ هیبت جذابی داره. جذابتر کارشه. با این میشه محل ماه و خورشید و فاصله 5 سیاره تا زمین محاسبه کرد. مهمتر پیشبینی دقیق گرفت ماه و خورشیده. بعد از این همه کسایی که تا به امروز بهمون طعنه میزدن با همین وسیله میتونن کار کنن. پس بعد از ذات الشبهة و ذات الحق و اون 6 وسیله دیگر رصد، این 9مین ابزار رصده و مهمترین اون. ها؟ مهمتر پیشگویی ما رو برای زمان دقیق همین کسوف پیش رو مسجل تر میکنه. باز هم بر تعیین زمان دقیق اون رأی قطعی میدی جمشید؟ این بلوا که در سمرقند برپا شده بیش از اون که به خاطر کسوف باشه به خاطر همین رأی قطعی شماست. پیشتر از ما به این قطعیت نگفتن چون به همچین دقتی نرسیده بودم. جوان که بودم کسایی رو میدیدم با علوم غریبه کارها میکردن، تو ذهن و عقل و عقلام نمی گنجید. امروز میفهمم همش به نظم و قاعده کائنات بوده ولا غیر. بزرگی خدایی که من میشناسم به قدری هست که ذره‌ای مثل منم یه همچین رخدادی رو پیش بینی کنه. دقیق.